میگم باید مایکل رو بکشم. باید؟ آره ببین FIB میخواست تو رو بکشم و دوین وستن هم میگه که باید دخل مایکل رو بیارم. با خودم گفتم شاید اگه به حرف دوین گوش کنم اینطوری هر دومون راحت تریم. نه خب چرا داری اینو به من میگی؟ چون این به نفع جفتمونه. من گفتم شاید تو هم بتونی. نه نمیتونم. میخوای بهش پشت کنی؟ واقعا که تو یه خائنی. حداقل از این تشکر میکردی. ای خائن نمک به حروم. آه لعنتی. خیلی خوب باشه. ببین مامورای FIB میخواد ترور حذف شه. دوین وستن هم میخواد تو نباشی. فهمیدی داستان چیه؟ لعنتی. من فقط یه انتخاب دارم. پس داری میگی الان قضیه من نیستم. دقیقاً مرد. ما تو ارتفاعات البرو قرار داریم. پس فکر میکنی بتونی کمکم کنی؟ نمیدونم فرانک. هرچی خودت صلاح میدونی.